مهمانان خیلی هم گرامی و این درگاه و این روز شادی جگربندشان دعوت نمودند. قدم های پرفیض هر یکی شما را عزیزان دل مهمانان گرامی از نام یکی تویدار خیر مقدم نور دیده تاج سر میگیم. انم یکی تویدار میگه شد منور از قدام دوستان کاشانه خانه فانوس است و مهمان شمع من پروانه. انم لحظه ها مهمانانی که از تمام گوشه و کنار تاجیکستان بهشت آثار جمع آمدند خیر مقدم نور دیده تاج سر میگیم. که این لحظه ها میگیم اولا بر دیار فیضبار ملک خراسان مرحبا. اولا بر دیار فیضبار ملک خراسان مرحبا نور دیده تاج سر هر قدم های شما. که این لحظه ها قدم های پرفیض هر یکی شما آبادگر جان و آبادگر انای محفل این شبای حضرت داماد و کلین نازنین میشن. یک قرصک میزنیم برای داماد عروس نازنین شمال خورسندی در و دیوار هم شب بچه نازنین بر در و دیواری هر یکی شما هم نیز برسد. خسته نباشد. این لحظه های شادی این لحظه های خورسندی مبارک باشد. نگفتن نماند که این لحظه ها با تشبس یعنی مکه بختیار همه هنرمندان آماده خدمت هستند. اون نفرانی که در فدراسیون روسیه هستند از اکای بختیار خواهش میکنن که در انمی تمام شبکه‌های اینترنتی که با نام شیردلان خراسان آوازدار است یک قرصک میزنیم برای اکای بختیار که این لحظه تمام هنرمندان آماده خدمت هستند. از این جانب بانوی خوشخان تاجی که این لحظه ها آماده خدمت هستند با یک بزم ربانه با یک بزم عارفانه و عاشقانه در این محفل قرار دارد. بانوی خوش صدا پروینه نورزاد که امروز با تشبس انم یکی بختیار با تشبس انم اهل این خاندان با این درگاه قدم گذاشتن یک قرصک میزنیم برای پروینه بانو که این لحظه ها با آواز بلبلانه با آواز جذاب امروز محفل را آباد و زیبا میگردونند. میگیم ای بلبل خوشنوا و در سیر و چمن گه ناله تو خوش است تو گه ناله من تو ناله زیگل داری و من ناله زیار نه گل به تو وفا کرد و نه یار با من. یک قرصک میزنیم برای پروینه بانو که امروز در خدمت ما و شما. زنده باشن با تشبس یکی بختیار در اینجا حضور داریم توی مبارک شوه شو عروس نازنین خداوند خوشبخت باشن. یک سرودی غریبی میخونم اگر امکانیت باشه بعدا رقص بازی توی مبارک باشه. زنده باشن برای مردم غریبی یک قرصک شوه. زنده باشن صدقه همه شما مردم قزل قلعه.
شب خواهران دادران مادران در غریبی هستند خداوند ساق سلامت بیام به وطنم زنده و سلامت باشم برای مردم غریب یک خرسکی غریبی میزنه و رقص بازی میکنه فرساده میکنه صدقه رقص ها